سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. امروز براتون یه بستنی خامه‌ای فوق‌العاده خوشمزه آماده کردم که تو هوای گرم تابستون خیلی میچسبه. اول از همه پوره انبه‌ای که داریم و داخل یه دونه ظرف بزرگ میریزیم. میتونین انبه رو هستش رو بگیرین، پوستش هم بکنین، توی مخلوط کن پورش کنین. ولی من از پوره انبه آماده استفاده کردم. اگه خارج از ایران هستین این برند پوره انبه رو میتونین از کاسکو تهیه کنین و استفاده کنین. شیر عسلی داریم به اندازه‌ای که توی کپشن براتون نویسم. شیر عسلی بهش اضافه میکنیم. تمام اندازه ها داخل دیسکریپشن نوشته شده. پوره انبه رو با شیر عسلی خوب مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشه. اگه دوست دارین بستنیتون کم شیرین تر بشه، از اندازه‌ای که توی کپشن براتون نوشتم یه مقدار کمتر شیر عسلی بزنید. این بستنی رو میتونید با انواع میوه ها درست کنین. یعنی هر میوه رو که دوست داشتین پوره کنین، به جای پوره انبه از اون استفاده کنین. خامه کیک دارم، دابل کریم هست، خامه ویپینگ. شما از هر خامه‌ای که برای کیک استفاده میکنید میتونید استفاده کنین. 2 پیمونه خامه دارم، داخل یه ظرف بزرگ میریزم و با همزن برقی خوب خامه رو میزنم که کاملا سفت بشه، ویپینگ شه و از ظرف نریزه و کاملا حجم بگیره. وقتی که خامه اونقدر سفت شد که دیگه همزن به سختی توش حرکت میکرد، یعنی خامه شما آماده است. به این شکل دور ظرف رو جمع میکنم و از پوره انبه و شیر عسلی که داشتم کم کم بهش اضافه میکنم. 1/3 رو اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم با هم دیگه، کاملا یک دست بشه و ما بقیه پوره رو تو 2 مرحله به خامه اضافه میکنم. پوره انواع توت به جای پوره انبه هم خیلی این بستنی رو خوشمزه و ترش‌تر میکنه. اگه از توتای ترش استفاده کردین میتونین میزان شیر عسلیتون رو یه مقدار بیشتر کنین. این بستنی بسیار خامه‌ایه و بافت خیلی عالی داره. خیلی هم خوشمزه است. حتما امتحانش کنین. حالا کاملا خامه رو با پوره انبه و شیر عسلی مخلوط کردم و کامل یه دستش میکنم که گوله‌های خامه داخل مخلوطمون نمونه. یه دونه ظرف دردار میارم و خامه رو که داشتم داخل ظرف میریزم. من از پوره انبه لابلای این بستنی هم استفاده کردم. شما این کارو میتونین با تیکه‌های انبه انجام بدین. اگه دوست داشتین از تیکه‌های انبه داخل بستنیتون میتونین استفاده کنین. کاملا سلیقه‌ایه. همینطوری که میبینین من از پوره انبه استفاده کردم. زمان آماده شدن این بستنی حدوداً 4 تا 5 ساعته. باز بستگی به دمای فریزرتون داره. یک بار تو این فاصله نیاز هست که درش بیارین بیرون و کامل با همزن بزنینش. البته این رو هم بگم بدون اینم که بخوایم با همزن بزنینش این بستنی خوب میشه، ولی اگه یه بار بزنینش خب خیلی کیفیتش بهتر میشه. من بستنی رو بعد از 2 ساعت بیرون آوردم و یه مقداری با همزن میزنم. مجددا رو سلفون میکشم و میذارمش توی فریزر برای 3 ساعت تا 4 ساعت دیگه بمونه و کاملا سفت بشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم که لایک کنین. اگه کانال من سابسکرایب نکنین همین الان کار انجام بدین و زنگوله بغلش هم بزنین. ممنون میشم نظراتتون رو برای من توی قسمت کامنت ها بنویسین. دوباره سلفون میکشیم همونجوری که براتون توضیح دادم و کامل سلفون رو بچسبونیم به بدنه ظرفتون، بستنی که هوا واردش نشه. بذارین 3 ساعت دیگه تا 4 ساعت توی فریزر بمونه. باز میگم بستگی به دمای فریزرتون داره. بعد از 4 ساعت من درش آوردم بیرون و با قاشق مخصوص بستنی اون رو سروش کردم.
این بستنی جدا خوشمزه است. پیشنهاد میکنم یه بار امتحانش کنین. خیلی هم راحت درست میشه. قلق خاصی هم نداره. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و با عزیزانتون این بستنی رو نوش جان کنین. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.